سلام به همه دیدنگاری عزیز، تمام فیلمبردار و عکاسای حرفه‌ای که دارن ما رو نگاه میکنن تو کانال یوتیوبمون. امروز اومدم آراروکس M1 رو با میکروفونه که تقریبا نمیشه گفت رقیبشه ولی تو بازار پرفروشه و با این مقایسهش میکنن مقایسه کنیم. فکر نکنم بعد این مقایسه کسی دیگه اینو بخره. میریم سراغ بخش اول، یعنی طراحی. کیساشون خیلی با هم تفاوتی نداره، اما اگه وارد جزئیاتشون بشیم، دو تا آهنربا این میکروفون چینی توی بازار کمتر از M1 داره. همونجور که توی تصویر مشاهده میکنید میکروفون مشابه دو تا آهنربا کمتر داره و این باعث میشه که در کیسش فقط به خاطر سنگینیش بسته بشه و روی هم بیفته. اما M1 آهنربا داره و این باعث میشه که درش راحت تر بسته شه. بخش بعدیش میره سراغ طراحی میکروفون. همونجور که دارید میبینید M1 روش چند تا نشانگر داره که هم میتونید شارژش رو ببینید، هم میوت کردنش رو، هم نویز کنسلینگش رو، هم سینک شدنش رو. اما میکروفون مشابه هیچ کدوم از اونها رو نداره و دو تا چراغ داره که فقط خاموش شدنش یا نویز کنسلینگش رو میتونید متوجه بشید. بخوام تفاوت بعدیشون رو بگم، توری بالاشونه که برای M1 آهنیه، اما برای نوع مشابه پلاستیکیه و راحت‌تر هم خم میشه هم آسیب میبینه. تفاوت ظاهری دیگه نداره و اما بخوایم جزئی تر بهشون نگاه کنیم، توی M1 توی راه اتصال برد به باتری یه محافظ PCB داره که نمیذاره به بردتون آسیب برسه و طول عمر میکروفونتون خیلی بالا میبره و حتی امنیتش هم بیشتره. اما توی مدل مشابهش این محافظ وجود نداره و این میکروفون آسیب پذیر میکنه. بخش بعدی چیپستاشونه که فرق آنچنانی نداره ولی فرق بزرگشون توی بردشونه. همونجوری که مشاهده میکنید توی عکس، برد مشابه خیلی کچله، بخوام بهتون خیلی رک بگم، و بردهای محافظ الکتروستاتیک نداره. اما برد M1 میبینید که چقدر شلوغه و بردهای محافظ زیادی داره. خیلی رک بهتون بگم، خیلی راحت میتونه خراب بشه و عمر به شدت کمی داره. خیلی دیگه ارزش خرید نداره، سر خراب میشه. بخش بعدی باتریشونه. باتری کیس میکروفون مشابه 400 میلی آمپره، اما M1 900 میلی آمپره، دو برابرشه، حتی بیشتر. بخوام به باتری خود میکروفون ها اشاره کنم، جفتشون 100 میلی آمپره، اما به خاطر محافظه‌ای که توی برد M1 هست بهینه‌تر میتونید ازش استفاده کنید و بازدهی بهتری بهتون میده. گیرنده صدای داخلی این دو تا میکروفون رو بخوام براتون مقایسه کنم، میکروفون مشابه خب میبینید که دریچه کوچیک‌تری داره و صدای کمتری رو میتونه بگیره و خب ممکنه کیفیت صدا هم پایین‌تر بشه. اما توی M1 همونجور که میبینید گیرندش بزرگتره و 360 درجه رو پوشش میده و صدای بهتری رو بگیره، همونجور که صدای من داره میگیره الان. این میکروفون جفتشون هم به گوشی وصل میشه هم به دوربین. بخوایم نویز کنسلینگ این دو تا میکروفون رو با هم مقایسه کنیم، M1 چون نویز کنسلینگ هوشمندی داره و از این میکروفون مشابه جدیدتره، میتونه صدای محیط رو بهتر براتون حذف بکنه. بخوام بردشون با براتون مقایسه کنم، برد آراروکس M1 20 متر. میگن اینم 20 متر ولی فکر نکنم. بخوام نوع اتصالش رو بهتون بگم، میکروفون مشابه هم مگنزی وصل میشه هم گیره‌ای، اما M1 بجز این دوتا گزینه میتونید بندم بهش وصل کنید و بندازید دور گردنتون. شما که تا اینجا ویدیو رو دیدید، بیاید برید خط تولید آراروکس M1 هم بهتون نشون بدم. اینم خط تولید آراروکس M1 که میبینید چقدر ظریف دارن میکروفون ها رو درست میکنن. میریم سراغ جمع‌بندی. همونجور که با هم مقایسه کردیم، از لحاظ ظاهری تفاوت آنچنانی با هم ندارن، اما وقتی وارد جزئیات که میشیم میفهمیم که M1 ارزش خرید بیشتری داره اما این میکروفون مشابه نداره. ما اینجاییم که بهتون بگیم پولتون الکی دور نریزید و یه چیز با ارزش خریداری کنید. شاید برای بعضیا سوال پیش بیاد که این تفاوتی که تو جزئیات بهمون گفتی چه تأثیری داره. خب تاثیرش اینجا میذاره که طول عمر M1 هم بیشتره، هم کیفیت صدای بهتری داره، هم ساعت‌های بیشتری میتونید با ضبط صدا انجام بدید. حالا تصمیم با شماست، میتونید بیاید با خیال راحت M1 رو بخرید یا برید میکروفون آشغال بازاری رو بخرید. چرا باید برید اینو بخرید؟ یه ساعت دارم اینجا چیفر توضیح میدم من.